أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمازداران محترم، برادران اهل اسلام، پیش از آغاز صحبت در این لحظه های اجابت دعا و در این مکان مقدس که خانه خدا هست، مسئلت آن را دارم که خداوند عزوجل این همه عبادت و روزه و نمازهایی که از ما و شما نماز تراویح هست و این همه عملهای نیکی ما و شما را پروردگار قبول بگرداند و خدای عزیز و کریم گذشتگان همه ما و شما را رحمت و مغفرت شایسته جنت بگرداند. بیماری های ما و شما و تمام بیماری های مسلمان ها را پروردگار را شفای کامل و عاجل نصیب روزی بگرداند برحمتی که یا ارحم الراحمین. در ماه مبارک رمضان قرار داریم که دهه اخیر ماه مبارک رمضان هست. حالا پیغمبر خدا شبهای ماه مبارک رمضان و اون دهه اخیر ماه مبارک رمضان را شب زنده داری میکردند. در دهه اخیر رمضان حتی حضرت عایشه مادرمان از پیغمبر نازنین صلی الله علیه و سلم پرسان کردند که در دهه اخیر رمضان وقتی که ما دهه را در میابیم و شب قدر را در میابیم چی دعا کنیم؟ پیغمبر به حضرت عایشه مادرمان گفتند که دعا کن که اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پروردگارا تو بخشنده هستی و بخشیدن را دوست می‌داری و گناه مرا بیامرز و ببخش. و وظیفه هر یک مسلمان در ماه مبارک رمضان اولین وظیفش این است که همیشه باید با دعا باشد. این دعا مغز عبادت هست. حالا که روزه عبادت هست، تلاوت قرآن عبادت هست و این نمازی که ما و شما میخوانیم این همه عبادت هست. هر چیزی را که پروردگار پسند میبیند اون عبادت هست، اون را خداوند دوست میدارد. حالا از روزه و نمازی ما و شما پروردگار عزوجل خوشنود میشود، خوشحال میشود. دهه اخیر رمضان که در آن شب قدر هست، باید شب قدر را شب زنده داری کنیم و چگونه که آیت قرآن اشاره میکند که لیلة القدر خیر من الف شهر. شب قدر از 1000 ماه ها چی است؟ خیر و برکت دارد، بهتر است از 1000 ماه ها. حالا که علما حساب کردن که 84 سال که گویا که تو عبادت در یک شب که عبادت کردی 84 سال گویا که تو عبادت کردی. و پیش از همه ما در فصل بهار قرار داریم و اون دهقان‌های ما و شما در این فصل مشغول به زراعت مشغول میشوند. در حق اون دهقان‌ها ما باید حتما دعا کنیم که خداوند در کشتی او، در زراعت او، در زحمت‌هایی که اون دهقان میکند خداوند برکت بدهد. اون زراعتی که اونها یعنی زحمت میکشند برای ما و شما زندگی خوب بودن هست. انسان وقتی که برای مردم کمک میرساند خداوند اون را دوست می‌دارد. اون دهقان‌هایی که در زمین برای ما و شما زحمت میکشند البته اونها اجر میگیرند و ما هم باید چی دعا کنیم، زیرا که در آیت قرآن در سوره یاسین خداوند عزوجل اشاره میکند، میگوید که و آیت لهم الارض المیتة احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یأکلون. برای آنانی که قیامت را باور ندارند زمین خشک نشانه عبرت آموز است. ما آن زمین را زنده کردیم و از آن خاک آن دانه های رویانیدیم که مخلوقات الهی از آن میخورند. البته این آیت دلالت میکند که الحمدلله ما و شما در بهار قرار داریم که احیا شدن زمین، زنده شدن از نو زمین و اون درخت ها و اون رستنی هایی که زنده می شود این همه نشانه های قدرت الهی را دارند. و در جشن بین المللی نوروز عجم قرار داریم و جشنی بود که مردم فارسی تاجیک این را چه جشن می گرفتند. صلح و همدلی و پاکیزگی
و پاکیزگی باشد، چنانه که حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست که النظافه شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان هست. حالا ما و شما پاکیزه میگردیم، ایمان ما و شما قوی است، نصف ایمان ما به پاکیزگی هست. این یک جشن ملی ما و شما هست که یگان آیین یا که دین چی علاقمندی ندارد، اما این یک جشن هست که ما و شما او را جشن میگیریم. تاریخ خیلی کهن داشته، ریشه های آن به 1000 سال قبل برمیگردد. نه تنها در تاجیکستان بلکه در ایران، افغانستان، کشورهای قفقاز، آسیای مرکزی و دیگر مملکت ها نیز با شکوه تجلیل می شود. در سال 2010 سازمان ملل متحد همچون میراث فرهنگی غیر مادی جهانی اعتراف نمود که این بازگویی اهمیت بلند این جشن در فرهنگ انسانی است. تنها یک جشن ملی و مردمی نیست، بلکه در آن حکمت‌های عمیق اخلاقی و اجتماعی نهفته است. انسان را به پاکیزگی و تازگی دعوت میکند که در شریعت اسلام نیز تاکید شده است. در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند، از روایت امام مسلم هست که تازگی قسم ایمان هست. عیادت بیماران و دستگیری نیازمندان. حالا که ما یک عمل را انجام میدهیم که با عیادت بیمارها میرویم، یعنی بیماری هایی که از ما و شما در خانه بستری هستند یا در بیمارخانه ها، اونها را خبر میگیریم. عیادت بیماران و دستگیری نیازمندان تشویق می نماید که در اسلام یکی از عمل های پسندیده به شمار می رود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که برادرش را در بیماریش عیادت میکند تا صبح صداهای آسمان او را فرا میگیرد. حالا در دیگر روایت هم پیغمبر نازنین صلی الله علیه و سلم میگوید که هر کسی که اگر صبح یک بیماری را خبر گرفت، اگر صبح تا شام 70,000 ملائکه در حق اون کسی که عیادت بیمار خبر گرفت در حقش دعای مغفرت میکنند. 70,000 ملائکه، یعنی کسی که اگر صبح یک بیماری خبر گرفت 70,000 ملائکه در حقش دعا میکنند، و کسی که شام رفت اون بیمار را خبر گرفت تا صبح 70,000 ملائکه اون را در حقش دعای خیر میکنند، دعای مغفرت میکنند. حالا این قدر فضیلت و این قدر عملهای نیک را خداوند عزوجل برای ما و شما نصیب گردانید. این دین اسلام بود. این یعنی عمل خصلت ما و شما مردم شریف تاجیکی ما مسلمان هستیم. خداوند عزوجل پاکی و پاکیزگی و این عملهای نیک را برای ما و شما نصیب گردانید. اتحاد و همبستگی تلقین میکند که خود یک رکن مهم جامعه سالم میباشد. خداوند در قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، و همگان بر اسمان خدا چنگ زنید و پراکنده مشوید. سوره آل عمران آیت 103. طبیعی است که چنین میراث عالم شمول فرهنگی نه همیشه قابل پذیرش قدرت‌ها و گروه‌های جریان‌های دینی افراطی میباشد. در زمان معاصر اگر کسی نابودی یگان قوم و ملت را خواهد، اول از نابود کردن میراث فرهنگی آن شروع میکند. این نمونه را ما در ناآرامی‌های سیاسی کشورهای شرقی نزدیک مشاهده نمودیم. ما با چشمان خود دیدیم که گروه‌های دهشت‌افکن تروریستی چگونه میراث تاریخی و فرهنگی این کشورها را به خاک یکسان نموده است. البته چنین رفتار از خواسته ها و هدف های گروه های علاهیده سرچشمه میگیرد. در طول تاریخ صدها چنین هجوم های غیر انسانی را پشت سر کرده است، اما نابسته از این چنین جشن باستانی در شعور و فضای اجتماعی مردم ما موقع داشت، همچنان پاک و به آلایش تا به امروز حفظ گردید. امروزها هم در سامانه‌های علاهیده اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی ما شاهد چنین هجوم‌های فرهنگی می‌گردیم. بعضی گروه‌ها تلاش می‌کنند که با راه ضد نشان دادن ارزش‌های اسلامی و با چنین جشن ملی فرهنگی در جامعه
اختلاف و تفریقه ایجاد کنند. در همین مرحله های حساس ما و شما باید بیش از پیش زیرک باشیم، نگذاریم که کسی نسبت به مقدسات فرهنگی ما به احترامی ظاهر نماید. نوروز به هیچ دین و آیین علاقمندی ندارد. هیچ عنصر آن مخالف شریعت نیست، بلکه برعکس آن به ارزش‌های اسلامی سازگار میباشد. خداوند در قرآن می‌فرماید هر آنچه که در آسمان‌ها و زمین است برای شما آفریده شده است. سوره جاثیه آیه 13. پس چرا ما باید احیای طبیعت و تجدید زندگی را جشن نگیریم؟ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در فقه خود قاعده را می‌آورد که موافق آن هر چیزی که مخالف اسلام نباشد میتواند پذیرفت. جزء فرهنگ ملی ماست که با فرمان خدا احیای طبیعت را تجسم می‌نماید. این معنی را دارد که زنده شدن طبیعت هست. چیونه که این حال ما گفته‌های را که سخن کردیم. حتی امام ابو حنیفه پیری مذهب ما و شما اشاره میکند که در قاعده اصول فقهی خود هر چیزی که مخالف اسلام نباشد، یعنی مخالف دین مبین اسلام نباشد، پس اون جشن و اون عمل چی میتواند پذیرفت. اگر ما با میراث فرهنگی خود اجر نگذاریم، پس چگونه میتوانیم آن را به نسل‌های آینده به میراث گذاریم؟ تاریخ گواه است که ملت‌هایی که فرهنگ و سنت‌های خود را فراموش کردند تدریجاً هویت خود را از دست دادند. امروز این جشن برای ما یک وسیله حفظ زبان، فرهنگ و ارزش‌های ملی ماست. ما می‌توانیم نسل جوان را با تاریخ ملت آشنا سازیم. مولانا بلخی در این رابطه اشاره کرده است: هر کسی را با سازی بایدا، گر نسازی خودشناسی نایدا. برداران عزیز، یکی از مهمترین عنصرهای جشن این دوستی و همدلی بین مردم است. نه تنها جشن تازگی و شادمانی، بلکه جشن همسایه‌داری، نیک احترام یکدیگر و تحکیم رابطه‌های دوستانه میباشد. در این راستا در هفته گذشته ما شاهد آن بودیم که در دایره سفر رسمی پیشوای ملتمان پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان با کشور همسایه یعنی قرقیزستان، میان هر دو کشور شرطنامه عاید به سرحد دولتی به امضا رسید. به همگان معلوم است که تشبس‌های صلح‌آوری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در حفظ و تحکیم اهمیت منطقه و گسترش رابطه‌های دوستانه بین مردم این کشورهای منطقه بی‌نظیر میباشد. باعث خوشحالی است که پس از چند سال بسته بودن سرحد و محدود گشتن رابطه‌ها با کشور همسایه و دوستی قرقیزستان از نو سرحدها باز شده، با دیدن نشاط مردم دو کشور و اشک شادی آنها شکرانه میگوییم که در چنین فضای آرام و آسوده که صلح و دوستی ارزشی بلند را دارد زندگی میکنیم. سرور دولت ما طی 2 روز یعنی سنه های 12 13 مارس سال روان در جمهوری قرقیزستان قرار داشتند. حالا اینقدر پیشوای معظم ملت زحمت و تلاش هایی که برای تنجی و آرامی ما و همیشه ما باید خانه آرام داشته باشیم، اینقدر زحمت برای ما و شما میکشند که ما و شما امروز درهای مسجدهای ما و شما کشاده هست و ما و شما در اینجا آرام و آسوده نماز میگذاریم، ذکر میکنیم، دعا میکنیم و دوستی بین یکدیگر میکنیم. این همه با دستگیری پیشوای معظم ملت هست. عیان گردید که در دنیا نعمت بهتر از صلح و دوستی شده نمیتواند. چنانه که در قرآن هم خداوند عزوجل برای ما و شما بندگانش دستور میدهد و وظیفه میگرداند که خداوند عزوجل میفرماید الصلح و خیر. در آیت قرآن این دوستی و آشتی و یکدیگر را بخشیدن را خداوند عزوجل برای ما شما خیر و برکت دیده است. خواهید که در زندگی شما یعنی بهترین زندگی داشته باشین،
یعنی بخشش داشته باشید، یکدیگر رو ببخشید. از دوستی آدمان به بهترین زندگی میرسند. این آشتی و این دوستی برای زندگی ما و شما و برای دین مبین اسلام شما چی است؟ بهترین نعمت هست. تنها صبر و تحمل، خیرت والا و عقل و ذکاوت فطری یک راهبر میتواند به این گونه خطرها نقطه گذارد. اسلام صلح را از ارزش‌های بزرگ انسانیت می‌داند. خداوند در قرآن می‌فرماید و اگر دو گروه از مؤمنان با هم بجنگند آنها را آشتی دهید. سوره حجرات آیت 9. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند شما به جنت داخل نمی‌شوید تا وقتی که ایمان نآورید و ایمان نآوردید تا وقتی که یکدیگر را دوست ندارید. آیا شما را با چیز راهنمایی کنم که اگر آن را انجام دهید یکدیگر را دوست خواهید داشت؟ سلام را بین خود پهن کنید. در این حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ما و شما سفارش داد که کسی داخل جنت نمی شود تا اینکه ایمان بیارد و ایمان کسی کامل نمی گردد یکدیگر را چی اگر نبخشد. یعنی بخشیدن یکدیگر یا اینکه با یکدیگر سلام دادن این نشانه ایمانداری ما و شما هست. صحابی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را سوال کرد، گفت که ای پیغمبر خدا کدام خصلت مسلمان یا اینکه مسلمان کی هست؟ کی را مسلمان میگویند؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اشاره کردند که المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان کسی هست که از دست و زبان او هیچ کس آزار و آسیب نبیند. بین یکدیگر آشتی، بین این کشور قرقیزستان ما یکدیگر صلح کردیم و آشتی کردیم و باز دوباره با اون برادرها یعنی خشتباری شدیم، با اون کشورها می رویم. این نشانه ایمانداری ما و شما هست. من المسلم، مسلمان کی هست؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که مسلمان کسی هست که از دست و زبان او هیچ کس آزار و آسیب نبیند. با خود سوال کن اگر کسی را آزار داده ای در این ماه مبارک دهه اخیر هست رفته عذر خواهی کن، زیرا مسلمان اون نفر است که از دست و زبان او هیچ کس آزار و آسیب نبیند. ماه رمضان ما و شما را چیز تربیت میدهد. حالا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که اگر روزه که فقط او را تشنه و گرسنه کرد و اما از غیر از تشنگی و گرسنگی دیگر هیچ چیز ندید، او روزش گمان هست که قبول گردد، زیرا از ثواب روزش هیچ چیز به او نمیرسد. اگر نفری که معنای این حدیث این است که نفری که روزه گرفته است حقارت میکند، نفری که روزه گرفته است دشنام میکند، نفری که روزه گرفته است تهمت میکند، البته این گونه روزه ثوابیت ندارد، اجر ندارد بجز تشنگی و گرسنگی. اما روزه ای که در اون دعا هست، در اون سخن نیک هست، در اون شیرین سخنی هست، در اون تلاوت قرآن هست، و روزه هست که در اون خیر و سخاوت هست، البته این روزه در برابر روزه دار بودنش اجر و پاداشش زیاد میگردد. این گونه روزه ثوابیتش چنان بیشتر و بزرگتر هست. حالا که در ماه مبارک رمضان وقتی با روزه بودن، در ماه مبارک رمضان با تلاوت قرآن مشغول بودن، در ماه مبارک رمضان با خیر و احسان نکوکاری مشغول بودن، این نشانه قبولیت روزه ما و شما و نشانه ثوابیت بیشتر و بیشتر برای هر یک مسلمان است. خداوند عزوجل
همه ما شما توفیق بندگی و ایمان کامل نصیب روزی بگرداند و الله مهربان گذشتگان همه ما شما را رحمت و مغفرت شایسته جنت بگرداند. بیماری ها و شفای کامل و عاجل و الله مهربان اون نفری که در ماه مبارک رمضان گذشته است دعا طلب بودن، خدای رحمت و مغفرت شایسته جنت بگردون. پروردگارا روزه و نماز و این عملهای نیکی ما را قبول بگردون. و صلی الله علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم.